امروز داستانی رو برای شما تعریف می‌کنم که با شنیدن آن قطعاً شوکه خواهید شد. دو برادر دوقلو به نام‌های ابراهیم و شاکر بودند که چهرهشان کاملاً شبیه به هم بود. جالب اینجاست که دخترانی که با اونها ازدواج کردند نیز خواهران دوقلو به نام‌های سارا و سکینه بودند و چهره آنها هم کاملاً شبیه به هم بود. بعد از ازدواج وقتی عروسها به خانه آمدند به اشتباه هر کدام به جای اتاق شوهرشان به اتاق برادر شوهرشان رفتند. شب زفاف گذشت و صبح شد. هر دو برادر متوجه شدند زنی که شب را با او گذرانده اند همسرشان نیست، بلکه زن برادرشان است. از ترس مردم هر 4 نفر در سکوت در اتاقی نشستند و تصمیمی عجیب گرفتند. تصمیمی که شنیدن شما را شگفت زده خواهد کرد. آخر اونها چه کردن؟ آیا از این جابجایی لذت بردن یا خیر؟ آیا این روال را ادامه دادن یا اینکه ازدواجها را تغییر دادن؟ آیا دچار عذاب الهی شدن یا خیر؟ خداوند چه سرنوشتی رو برای اونها رقم زد؟ و در پایان اتفاقی افتاد که تمام مردم با شنیدن آن شوکه شدند. برای دانستن تصمیم شگفت‌انگیز این 4 نفر حتما این ماجرا رو تا انتها دنبال کنید. اما قبل از ادامه داستان از شما عزیزان درخواست میکنم برای حمایت از ما لطفاً این ویدیو را لایک کنید، کانال را سابسکرایب کرده و نتیجه اخلاقی این ویدیو را برای ما کامنت کنید.